دیگه میخوایم بشینیم منو آشپزی کنیم با یه مش وسایل اصلا برنامه یه چیز دیگه بوده یه چیز دیگه شد. برنامه هات داگ درست کنیم. من یه غذای بین المللی دیگه درست میکنیم. بچه قبل اینکه بریم سراغ ویدیو من یه چیزی در مورد این ویدیو بگم. اینکه این ویدیو رو من دقیقاً 1-2 روز قبل فوت پدرم و دست دادن پدرم گرفتم. این الان وضع من متاسفانه زیاد هنوز حال و روز جالبی ندارم، ولی خب دیگه زندگیه دیگه، بعد ادامه داد زندگی رو. نظر میبینید تو ویدیو فرق دارم، نظر شاد و شنگولم، روحم خبر نداشت که چه اتفاقی میخواست بیفته. دیگه امیدوارم که حال کنید و برمیگردم با یه گیم خفن حتما. خیلی چکرم. هی بچه‌ها چطورید؟ چه خبر؟ سروشکم. خیلی خوش اومدید به چنل و آشپزخونه استدیو. یه آشپزخونه نقلی داریم اینجا. اومدم براتون آشپزی کنم، یه غذای بین‌المللی درست کنم. همون جوری که در جریان هستید یا می‌خواید قرار بگیرید، قرار بود که هات داگ درست کنیم، ولی متاسفانه نون یادم رفت. کلا برنامه عوض شد، یعنی نون هات داگ یادم رفت بگیرم. می‌خوام یه غذای بین‌المللی دیگه درست کنیم. با من همراه باشین تا بهترین غذای بین‌المللی، سریع‌ترین، خوشمزه‌ترین بپزیم. یکی از چالش‌های تنها زندگی کردن همینه. یعنی تو نمیدونی چی بخوری، چی درست کنی، چه جوری درست کنی، کی درست کنی. باشه آدم پاره میشه چه. بعد حالا اینا تموم شد، ظرف شستنم مونده، بعد یه ساعت وایسی ظرف بشوری، اینجا رو تمیز کنی. خیلی چالش‌های پیچیده‌ای داره، ولی مهمترین چالشش همین چالش غذا. میریم سراغ مواد اولیه. روغن که دیگه استفاده میکنیم، سس تند آشتون استفاده میکنه، سس تند گلوریا، سبز، تخم مرغ. هات داگایی که قرار بود هات داگ بشن ولی الان نیستن. هات داگ 70% گوشت سه، نون لواش پای ثابت غذای ایرانی، شیر که هیچ احتیاجی بهش نداره. یعنی گرفتیم واسه بعدا صبحانه. بچه با نودلیت هم میتونید از پس تنهاییاتون بر بیان، یعنی از پس گشنگی تنهاییتون بر بیان. نودلیت هم بد جوابه واسه موقعی که هیچی نمیتونید بخورید، نمیدونید چی بخورید. قهوه هم داریم واسه کلاس کار، اینا بهتون باز میگم. شوسی داستان باید باشه. مثلا مگه میشه سروشک موقع غذا درست کردن قهوه نزنه؟ اصلا فکرش نکن. اینم از اینو بره واسه خودش. بعد بریم الان سراغ چیکار کنیم. جدی حیف این فرانکفورترها باشه. قرار بود یه هات داگ خیلی تمیز، ولی میدونید سوسیس تخم مرغ هم خودش یه نوع غذای بین‌المللیه. همه جای دنیا سوسیس و تخم مرغ میخورن، ولی اینکه چه سوسیسی و با چه تخم مرغی میخورن و کجا میخورنش مهمه. جدی برای اینکه سوسیس تخم مرغمون جذاب‌تر در بیاد احتیاج داریم به سوسیس‌های خیلی نازک که حالت چیپسی بگیریم، با دقت، ژاپنی توری، خیلی دقت و ظرافت باید به خرج بدید. سایز سوسیس را دقت باشید. فکر کنم واسه یه نفر همینقدر کافی باشه. سوسیس آجی چیده هم که افتاد زمین با یه مایتابه که استفاده میکنیم، بعد همینقدر داغون باشه، وگرنه سوسیس تخم مرغتون هیچ موقع جذاب و خوشمزه در نمیاد. مایتابه از جنگ برگشته. اینجا آبجوش همون جوش اومد. حاجی اصلا نمیدونم دیگه چیکار کنم. هول کرد. ببین این کلاس کاره. ماما میگم. بریم سراغ سوسیس سرخ کردن. مقدار روغن بستگی به خودتون داره. بدنتون ببینید چقدر میکشه. نصف قالب کره آب شده. اینا ما میذاریم که به دمای مورد نیازمون برسه. برنامه آشپزی بهم نمیاد جدی. کره رو حال می‌کنی؟ بیا. کره زدم براتون صفا. کره که قشنگ اینجوری کف کرد، کره‌ها کف میکنن دیگه. میریم سراغ سوسیس فرانکفورتر. هات داگایی قرار بود هات داگ نشد. بیا ببین دوباره یکی دیگه از معضلاته تنها زندگی کردن، که همین الان خودت بعد ظرف بشوری، چون چنگال نداره. بچه‌ها این که من میگم تنها زندگی میکنم فلان بیسار، تنها که زندگی نمیکنم، یعنی اینجا استدیوه، محل زندگی نیست. بیشتر موقعا اینجا کار میکنم، ادیت میزنم فلان بیسار، ولی خب اونم هست دیگه، چه مدت میریم. آره ولی من همین قدشم توش موندم، یعنی همینقدر مجردی زندگی کردنم رو دیدم تو 30 سالگی. برو درسته. چنگال خیس سمت اینجا نمیبری. چنگال خیس ببرید اینجا لباس سفیدتون میشه زرد. کره باعث شد که خیلی طلایی بشه، خیلی دیگه آشپزی دوری میریم جلو. اینو اینجوری هم که نمیشه گفت میزنیم اینجا خودمونم مثلا. کلاس کارو داشته باشید. حرارت رو میبینین، حرارت رو تا دسته زیاد. سوسیسا رو ببین ولی چه نابیشه. زیرش کم کنیم چون خیلی داره سری میپسه.
اصلا آمادگیشو نداره الان بخوره. آشپزی من حرف نداره، جدی حرف نداره. هات داگامو باید بخوریم. ببینید چیه هات داگ. خب سوسیسا یه طرفش سوخت. سوسیساتون به این مرحله نرسیده بعد وردارین. یعنی این خیلی سوخته. اضافه کردن تخم مرغ. مقدار تخم مرغ دست خودتونه. من معمولا 2 تا استفاده میکنم. میکنی. تخم مرغاش دلشون پر بود. نمک. زرده رو نباید اول هم بزنید. اینجوری شروع میکنین به این خیلی مهمه ها. این فکر نکنین چیزی خیلی مهمه. فوتوفن سوسیس تخم مرغ داستان خیلی آروم و ریلکس میذاریم بپزه. سعی هم میکنیم که با سوسیسا اینا قاطی شه. ولی زرده ها رو خیلی مراقب باشید. زرده ها این بچه‌تون ازش مراقبت میکنید از زرده. میبینی این داره به مرحله خوبی میره. اما اصل داستان اینجاست که میگم فرق داره. اینو میذاریم رو شعله خیلی ملو واسه خودش ملت بشه. اما اصل داستان پاستیل شیرین و شور دونه دونه اینا رو خورد کردن. اینا میبینی اینا رو میریزیم توی اینا رو میخوریم. قبل غذا یه چیز شیرین میزنیم که غذا بیشتر بخوره. میگم نگاه کن چی زدیم. چی؟ نگاه یا اول فصل یا حسینه. اینو با بدبختی چون تفلونمون خیلی تفلون نیست با مشقت فراوون وارد یه ظرف دیگه ای میکنیم. دهنمون هم موقع ظرف شستنش بیشتر سرویس شه. آجی ببین من میخوام آب بگیرم دونیم. گلوب با آخر قهوه هم میزنیم. تزیین هم که هیچی نداریم. آها اوه چرا نداریم؟ وایسا. اینو بچه‌ها موقع سرخ کردن بعد میزدن ولی یادم رفت. هیچ اشکالی نداره. معمولا این سس‌ها خیلی تندن ولی میدونید چیش جذابه اینکه شورن. اینو عربا بهش میگن دبوس. من یه مدتی امارات زندگی کردم. حالا دیده بودی کسی با سوسیس تخم مرغ انقدر چوسی بیاد؟ مامان این سسو مقداری که میریزین خیلی مهمه. اینجا رو ببین. نواب میگه اینجا رو ببین. شورواییشه. مشابه کوکاکولا داریم راستی از این جدیدا ولی خوشمزه است. چند تا درس گرفتیم. اول اینکه مجردی زندگی کردن حتما فکر یه نفر باشین که غذا درست کنه چون خودتون کونتون نمیکشه که غذا درست کنید. دومین درس اینه که موقع خرید کردن حتما لیست تهیه کنید که هات داگتون تبدیل به سوسیس تخم مرغ نشه. سومین درس نداریم. اگه دوست دارید بکنید. لقمه لاتی جدی جذاب شد. بچه چنل رو سابسکرایب کنید. من پولدار مولدار شم. برم یه دونه از این سرخ‌خونا بگیرم. جدی چرا اینقدر مقاومت میکنید در مقابل سابسکرایب کردن؟ یه جوری با دکمه سابسکرایب به چنل سروشک برخورد میکنی انگار زهرماره. بابا بزنید این دکمه رو. این دکمه هست؟ تموم شد. بزنید دیگه. بزنید ببین دارن چیکار میکنن. خیلی شاکرم.